دوستان سلام، من احسان هستم از سیدنی استرالیا. میخواستم تجربه کاریمو در خصوص دوره کاریابی استراتژیک آقای سعید بستانی باهاتون در میون بگذارم. قبل از اینکه شروع بکنم به این دوره ها احساس میکردم که نوشتن CV در واقع یعنی تیلر کردن CV بر اساس جاب اپلیکیشن و همینطور کاور لتر خیلی از من وقت میگیره، ولی بعد که با دوره آشنا شدم به خصوص توی قسمت سامری اول CV فکر کنم قوقا بود. در واقع اون 4-5 تا آیتم کلیدی که باید اونجا میذاشتیم که در واقع پررنگ‌ترین نقطه کار ما باشه و مطابق جاب اپلیکیشن باشه. نکته کلیدی که مدام سعید بهش اشاره میکرد و من همیشه به اونو به خودم تذکر میدادم این بودش که هر کاری میکنی کارفرما محوره. مهم نیست تو چی هستی، تو چی داری، مهم اینه که اونا چی میخوان. پس باید بر اساس اون چیزی که اونا میخوای خودتو نمایش بدی، جلوه بدی. منم همین کارو کردم و همون طبق فرمولی که در واقع سعید جان گفته بودن که شما 40 جا اپلای میکنی، 5 تا در واقع اینترویو میگیری و یک دونه از اینا به ثمر میرسه. برای من خیلی زودتر به ثمر نشست. شاید تو همون 20 تای اول 2 تا اینترویو در اومد و از اون 2 تا اینترویو یکیش قبول شد. چیزی که برای من خیلی جالب بود، بازم تکرار میکنم، سامری اول CV بود و عرضم به خدمت شما نکته بعدی حذف زواهد از CV. من CV آکادمیکم حدود 6 صفحه بود و این جابی که تونستم توش قبول بشم کوتاه‌ترین CV بود که من فرستاده بودم. 2 صفحه بیشتر نشد، ولی بسیار مختصر و مفید بر اساس چیزی که اونها می‌خواستن. به طوری که وقتی وارد کار شدم دیدم که اصلا چه چیزهایی من بلد بودم و انجام میتونستم بدم، ولی اصلا تو این CV نیاوردم و چقدرم خدا رو شکر کردم که نیاوردم، چون اگه اونا رو میآوردم شاید اصلا تو یه قسمت دیگه اون کمپانی میرفتم، ولی دقیقاً رفتم تو چیزی که اونا می‌خواستن و مطابق علاقه خودم بود. خیلی جالب این دو تا قضیه با هم مچ شد. نکته دوم استفاده از پرامپت‌های چت جی پی تی بود که در واقع آقا سعید در اختیار ما قرار دادن و اون پرامپت‌ها خیلی کمک کرد به این که در واقع چت جی پی تی بخوام به ما فیدبک بده که آنچه که ما انجام دادیم تا چه حد مطابق است. خیلی وقتا من فکر می‌کردم که خودم این کار عالی انجام دادم، ولی فیدبک‌های چت جی پی تی برای من خیلی جالب بود که اینو جا انداختی، اینو باید بیشتر هایلایت کنی، اینو باید کم رنگ کنی و خلاصه همه اینا به صورت یه پکیج جواب منو داد. از کل مجموعه بسیار سپاسگزارم، به خصوص از خود آقای سعید بستانی، به خصوص با اینکه مثلا من از ایشون سوال می‌کردم توی تلگرام، ایشون شاید در گاهی وقتا کمتر از 1 ساعت و گاهی وقتا مثلا از یه بعد از ظهر تا غروبی طول می‌کشید، ایشون خیلی سریع جواب منو میدادن. من از شرکت تو این دوره‌ها بسیار راضیم. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که توی وقت آدم خیلی صرفه‌جویی میشه. وقتی تو وقت آدم صرفه‌جویی میشه، آدم احساس خیلی بهتری داره، چون یه کارو تونسته خیلی افیشینت‌تر انجام بده. وقتی که شما تو طول روز میتونید تعداد بیشتری در واقع جاب اپلای بکنی و سریعتر به جواب برسی. دوستان برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم اگه فالو بکنید آنچه که در واقع بر اساس تجربیات گروه آقای سعید بستانی ما انتقال پیدا کرده، اگه همونها رو بتونیم فالو بکنیم احتمالاً هممون بتونیم جواب بگیریم و به جایگاهی که مورد علاقمون هست برسیم. خیلی ازتون ممنونم.